در دورانی که کشور هندوستان تحت استعمار انگلیس ها بود، یک روز نماینده انگلیس همراه سربازایش در راه میرفته، متوجه میشه که یک جوان هندی گاو قطع شطه میزنه. این نفر ورخطا میشه و وضعیت میبینه، در او رفته گاو سجده میکنه. بعد دیگه هندوها میبینن که یک انگلیسی آمده گاوی ما را مقدس میدونه و سجده میکنه. این جوان خودی ما چنین کار میکنه، جمع میشه و این بچی که زده میکشن، تیکه تیکهش میکنن. بعد او طرفتر که میرون، این سربازایش از این نماینده انگلیس پرسان میکنه که این خود خرافه پرستی است، گاو چیزا، تو چرا چنین کار را انجام دادی؟ و اون نماینده انگلیس میگه شما سیاست نمیفهمین. این جوان که بود آگاه شده بود، مسائل فهمیده بود، اگه به این واکنش نشان نمیدادیم چند نفر دیگه را دیده آگاه میشدن و یک مردم آگاه دیگه تحت استعمار ما نمیباشه، ما نمیتونیم بالایشان حکومت کنیم. و این همین دلایل بوده که در دورانی که هند تحت استعمار انگلیس بود چقدر باورهای خرافه پرستی را در اوج رواج داد و گسترش شد که سری از اون مردم حکومت کرده بتونه. امروزه چقدر وطندارا اومده بالای ما طعنه میتن که فلانی انگلیسی مسلمان شد، فلانی امریکایی مسلمان شد، تو چرا گپا را میزنی، تو را گیر کنی میکشیم. وطنداری عزیز، اینا به طور سیستماتیک بالای شما سیاست میکنن. در 20 سال گذشته ای که به نام دموکراسی بود چقدر باورهای افراطی را اینا در جامعه ما رواج دادن. اینمی تحت استعمار آمریکا بودیم و در آخر هم یک گروه افراطی دینی را آورد در بالای ما و شما شاند که امروزه حکومت میکنه. اینا با جوانای آگاه نیاز ندارن. نگاه که امروز من که در اینجا خودم فهموندک میگیرم و توی که در اونجا خودت از آدرس هردی ما اگه در اروپا برده کاری از هستیم، اگه در افغانستان هستی بدبخت بیچاره هستی که هیچی از دست نمیاد، معدن ما را، آب ما را، هر چیزی ما را اینا میگیره. اگه کشور ما و تو آباد باشه، ما و تو یک ذره هوشیار باشیم، برده کاری از اینا نمی باشیم، خودمان مسئول خودمون درست میکنیم. پس یک ذره گپا را بفهمین، از باورهای خرافاتی بیرون بیاین، به این چیزایی که نمایشی میبینین به این زودی باور نکنین.